دوستان اگر صدای من در شما هست لطفاً میگفتید که صدای مرا میشنوید و برنامه را آغاز میکردیم. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. درود و سلام به یکایک شما تماشابینان عزیز گرامی. خوش آمدید و برنامه گفتگو. امروز در برنامه چنانه که در اعلان برنامه اشاره کردیم، امروز ما صحبت خواهیم کرد درباره دین، مکتب و حکومت. البته برای بررسی همه این فکر کردم زورم نمیرسد، چون سلامتی هم نمیبردارد، یک کمتر بیمار هستم، ولی موضوع امروزه را کوشش میکنم به دو تقسیم کنیم، اما تا حد توان حتما بررسی خواهیم کرد. کسانی که آماده گفتگو درباره این هستید لطفاً آمادگیتان را ببینید و وارد شوید، حتما صحبت میکنیم، اما گمان نمی کنم که صحبت امروزه ما طولانی شود، چون که یک کمتر وضع سلامتی هم این را نمی بردارد. از یک که شما عذر میخوام، ولی با وجود این حتما تا جای توان دوستان عزیز مسئله را مطرح میکنیم. اساساً گپ را از کجا سر کردنیم؟ وقتی پیگیری شبکه های اجتماعی خصوصا فیسبوک مطلبی رو دریافتم که در آن یک نفر با نامش هم میگویم تون حاضر خودش چه خیلی شناس کرده است، میرزا شریف عبدالسلاموف، کارمند شعبه اطلاعات و اکسپرتیزی دینشناسی مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معرفی کرده یک مقاله نوشته است درباره زمینه‌های اساسی افراط شوی دینی در زمان معاصر نوشته است و به این سفیر ترکیه در تاجیکستان واکنش نشان داده است. بیایید گپ را از همین واکنش سفیر ترکیه در تاجیکستان امود اجر آغاز میکنیم. بگذار گفته های خود این میرزا شریف برایمان چی باشد، سورپریز باشد و در دوام موضوع خواهیم گفت در دوام صحبت. به همین گفته های این دینشناسی یک مرکزی اسلام شناسی واهمه تاجیکستان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سفیر ترکیه در تاجیکستان امود اجر، خیلی که واکنشش رو پیشتر هفته های گذشته درباره سوزشواری گفته بودم، این نفر خیلی انسان میتابد که برای حفظ منفعت های هم فرهنگی و هم سیاسی و هم اقتصادی کشورش همچون یک دیپلمات خیلی کوشش میکند و تمام رسانه های تاجیکستان را، شبکه های اجتماعی، کانتنت مربوط تاجیکستان را خیلی فعالانه پیگیری میکند و هر جایی که درباره کشورش حرف گفته شده است با آن واکنش نکردن نمیماند. یک دیپلمات به حرف کلان. امود اجر میگوید که به این اسلام شناس جوان ما میگوید که ارزیابی شما آید به ترکیه تماما نادرست است.
ترکیه یک کشور دنیوی می باشد. استفاده تعلیم دینی با مقصدهای سیاسی در ترکیه غیر امکان است. ترکیه دارای یک ساختار خیلی پراقتدار کارهای دینی است. اداره دینی ترکیه نه تنها در داخل کشور بلکه شهروندانش را که در خارج کشور زندگی می کنند نیز از جریانهای سیاسی و ایدئولوژی محافظت می کند. امود اجر میگوید که اگر خواهش از نزدیک شناس شدن به نظام تعلیم دینی و ساختار اداری دینی ترکیه را داشته باشید، می توانیم شما را به ترکیه دعوت نماییم. این بچه حالا موقتا تاجیکستانیان باید به ترکیه با ویزه بروند که این یک برادر با این مقالهش یک ویزه ترکی کار کرد. به هر حال اما وقتی یک دیپلمات به نوشته ها واکنش نشان میدهد، به زبان دیپلماتی میگوید که سفسطه نگو. اینجا با زبان دیپلماتی همین خیلی گفته شده است. دیپلمات ها این واژه های ما را سفسطه نگو، ابلهی نکن، این خیلی گپ ها را همین خیلی کرده میگویند. خودت دار، یک دهانت به نگاه کرده گپ زن، چنین دهانت گپ زن را انا همین خیلی کرده گپ میزنند و عقلش بدگی آدم از داخل همین گپ ها گپ لازمی را پیدا کرده، واژه های لازمی را پیدا کرده میگیرد. حالا ببینید دوستان عزیز، انا همین با نامش چی موندگی است؟ این یک بار بینیم نام مقاله را: زمینه های اساسی افراطی شوی دینی در زمان معاصر. یعنی همین این مقالهش مقاله گلوبالی است، این مقالهش مقاله بین المللی است. این تمام کره زمینه در مثال تاجیکستان تحلیل کرده است. واهمه زمینه های اساسی افراطی شوی دینی در زمان معاصر. ببینید همین مقاله از جانب کارمند مرکزی اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نامش چه بدیم برادره؟ ما گفتم میریم میرزا شریف عبدالسلاموف به گونه خود بازگوی سیاست رسمی رژیم تاجیکستان است. این نه تحلیل است و نه یک کارشناسی نه. یعنی اینجا بچه خوب یگان چیز تحلیل نکرده است، یگان کاری کارشناسانه نبرده است. فقط همین سیاست رسمی رژیم همین روزه تاجیکستان را بازگویی کرده است و خلاص. این بچه خوب بیشتر تلاش میکند با شعارهای تهدیدآمیز جامعه تاجیکی را ترسانده تمام کمبودی و مشکلات واقعی اجتماعی و سیاسی را به چی نسبت دهد؟ به افراطگرایی دینی. ببینید اصلا ما در خون پوست و گوشت خودمان سیاست دولتداری امروزی رژیم تاجیکستان را احساس میکنیم. بجز این مانیتورینگ های بین المللی وجود دارد. سازمان های بین المللی، کشورهای علاهیده که از تقدیر تاجیکستان به تقدیر تاجیکستانیان بی‌طرف نیستند، آنها پیگیری میکنند، مانیتورینگ میکنند و درست است این هر چیز گفته ایستاده است. اما ببینید ما خودمون در تاجیکستان درباره دین در مناسبت مقامداران به دینداران چی را در خون پوست و رگ و گوشتمان احساس میکنیم؟ چرا؟ ریشه های واقعی افراطگرایی در تاجیکستان
بیشتر در سیاست خودی دولت جای دارند. این میگوید که عبدالسلام میگوید که در چی است؟ در شبکه های اجتماعی است و تعلیمات خارجی است. حالا تو دودر گرامی از سیمایت خیلی جوان میتابی، شاید همین تگی 30 باشد، 28 30 باشد، نمیدانم. حالا با قپی دیپلماتی ترک خوردی. حالا سازمان های بین المللی شاید به این نوشته ای تو توجه نکردن یا توجه کردند گفتن هنوز سفسطه های رژیم است. ولی همین شبکه های اجتماعی تاجیکستان داشتگی را مگر دیگر کشورها ندارند؟ همون فیسبوکی که تاجیکان استفاده میبرند، از نکلاسنیکی استفاده میبرند، همون واتساپ و ایموی تاجیکستانی ها استفاده میبردگی را دیگر کشورها استفاده نمیبرند. این شما پیشرفتگی دیگه حال مردم از همون تروبکه های خیلی شنوردار بیرون برآمدگی نیست. اونها به توسط شبکه های اجتماعی افراطگرایی تاثیر نمی کند. فقط این تاجیکستان است که فیسبوک دارد و از نکلاسنیکی دارد و واتساپ دارد و ایمو دارد. فقط هم توسط شبکه های اجتماعی تعلیمات خارجی وارد تاجیکستان می شود. فقط تاجیکستانی ها افراطگرا میشن توسط شبکه های اجتماعی. بله، چرا ان همین واهمه های شما را دیگر کشورها ندارند؟ چرا ان همین نگرانی های شما، همین ترس شما از شبکه های اجتماعی و از نفرانی که علوم دینی را از خارج گرفتند آنها هراسی بیشتر ندارند؟ چرا؟ برای آن که ان همین واهمه های شما ساخته است، بافته است، دروغ است. واقعیت چی است؟ واقعیت همین است که تماشابینان عزیز و با این دادر گرامی امان عبدالسلام، یا خطا کرده ایستادم نامش را، یک بار دیگر بینم. میرزا شریف عبدالسلام افبوده است. میرزا شریف عبدالسلام افبوده است. دادر گرامی امان میرزا شریف بسیار نامشون خوشرو زیبا است. ببینید اساساً واقعیت این است که تاجیکستان یکی از محدودترین اینترنت ها را در منطقه دارد. ولی اینترنت خوب هم ندارد در تاجیکستان. هم از لحاظ سرعت، یعنی سرعت اینترنت، و هم از جهت نرخ. قیمتترین نرخ، سست‌ترین سرعت اینترنت در تاجیکستان است. مقامات پیوسته دسترسی را به شبکه های اجتماعی، سایت های علاهیده، وبسایت ها محدود میکنند. سامانه های مستقل را میبندند. ژورنالیستان و بلاگران را تعقیب میکنند. واقعیت دیگر این است که در چنین شرایطی که تاجیکستان آوردگی است، شبکه های اجتماعی بیشتر به یک جای ارز دل کردن، درد دل کردن تبدیل یافتگند. نه منبع اساسی افراطگرایی. کی افراطگرایی میکنه در اونجا؟ اساسا یک جای درد دل گفتن است، یک فکر و نظر گفتن است. اگر ان همین اینترنت سبب اساسی رادیکالی شوی می بود یا سبب اساسی افراطگرایی می بود، ماست کشورهایی که آزادترین اینترنت رو دارن مثل اتحاد اروپا، امریکا، و افراطگراهای
سوپر گیپر افراطگراها روبرو می شدند. ولی امورها رو می بینیم برعکس است. امورها رو می بینیم دونسته می شود که افراطگرایی محض در کشورهایی که آزادی محدود است، در اونجا زمینه رادیکالی شوی بیشتر است. زمینه افراطگرایی بیشتر است. ببینید این بچه خوب یکی از نقطه های اساسی در تحلیلش اشاره کردگیش این تعلیمات غیر معیاری است. یک عباره عجایب. وای بچه، اساساً مشکل در آن نیست که جوانان رفته در خارج تحصیل میکنند. مشکل اساسی در آن است که دولت در داخل شرایط واقعی تعلیم فراهم نمی کند. شرایط واقعی تعلیم وجود ندارد، چی دینی چی دنیوی. یک دانشجو دینی رو یک دانشجویی، ولی از همین طرز نویسنی خودت هم، ولی اینا تحلیل گفته نویستی، این تحلیلات رو اساساً اگر همین سفسطه‌هات نباشد که این مردم فریب میکنی، گول میزنی، پیشگیری همین عقیده ها و سفسطه های بیهودت نباشد، این تحلیلات رو سگبونه میکنه. گجوش تحلیل هستی. اولا همین رو تحلیل نومیدی، با تعلیمات غیر معیاری اشاره کردی. اساساً نگاه کن، یک دانشجوی تقریباً 60-70% دانشجویی که در دانشگاه‌های تاجیکستان میخونن، تصورات صنف سیومی مکتب‌های میانه اروپا نیست. جهانبینیشان، تفکر انتقادیشان، فهم و درکشان یک صنف سیومی مکتب میانه اروپا برای نیست. پس همین دینداران بودن که رفته در مکتب ایستادن تا اینکه معلمان تفکر انتقادی، قدرت تفکر انتقادی خوانندگان را بالا ببرند، فهم و درک آنها را بالا ببرند، سوی دانش آنها را بالا ببرند. مولای مسجد آمد در مکتب نشست؟ نه. و شما طول این 10 سال کدام طلبه، طول این 10 سال نه، تقریبا نزدیک به 20 سال است، کدام طلبه مکتب را در مسجد دیدید که او مسجد رفته است و از درس مونده است؟ شما تو 18 ساله به مسجد رفتن من کردید ولی در علم پیش نرفتید. حالا شاید اشاره به آن کنید که محدودیت چرا میگویید؟ چه خیلی محدودیت بوده است که ما برای 2500 نفر دانشکده اسلامی بنا کردیم. حالا بدتر در این باره گام میزنیم. شما نگاه کنید، تعلیم دینی در تاجیکستان چه خیلی که گفتم محدود شدگی. معرفت، ادبیات، تعلیم بیقدر شدگی است. کسی که علم رو میدهد قدر ندارد. بیچاره در یک برنامه پیشترم ذکر کرده بودم، یک کاستیوم پوشیده می رود به مکتب، معلم مکتب مینیموم 10 سال شدگی، گریبانهایش مرده رفتگی هستند، یگان گزمال کردن، اتیو کردن او را هموار کردن نمیتواند. چرا؟
از نان خورونمور پولش زیاد نمی کند، معاشش زیاد نمی کند، به 10 روزی 1 ماه نمی رسد. این یک طرف. تو میگویی تعلیمات غیر معیاری، معیاریش در کجا بگو؟ در از تعلیمات غیر معیاری اظهار نگرانی میکنی. تو میگفتی که معیاریش در کجا است؟ وجود دارد یا ندارد؟ 64 ناحیه دارد تاجیکستان. تو بگی که در 64 ناحیه اقلا یک مؤسسه رسمی تعلیمات دینی وجود دارد یا نه؟ ندارد. در 60 فرض کردیم در 64 ناحیه تاجیکستان، شاید خطا کنم شمار 65 باشد، 66 باشد، 63 باشد، زیاده از 60 ناحیه تاجیکستان در ناحیه ها 70-80 مکتب وجود دارد. یک مرکزی، یک مؤسسه رسمی تعلیمات دینی وجود ندارد. از تعلیمات غیر معیاری اظهار نگرانی میکنی. معیاری در کجا است؟ از کجا؟ برای تعلیمات معیاری باید سیاره دیگر رفت مگر؟ در کجا تعلیمات معیاری بگیرد که تو از تعلیمات غیر معیاری اظهار نگرانی میکنی؟ تو فراهم کن تعلیمات معیاری را. تو کارمند شعبه اطلاعات و اکسپرتیز دینشناسی بوده ای. بگو در یک ناحیه که 70-80 مکتب دارد، یک مؤسسه تعلیمات دینی سطح متوسطه وجود دارد یا ندارد؟ حتی سطح ابتدایی وجود دارد یا ندارد؟ ندارد. در تمام تاجیکستان یک یا دو لیسه اسلامی بود. کجا شد؟ حالا درباره ترکیه گم میزنیم. کجا شد؟ در تمام تاجیکستان یک دانشکده اسلامی بنا کرده و دانشکده جای نیست که همین روی و سرتا بخلی. دانشکده جای نیست که روی و سرتا بخلی. از الف ب ت س جیم ه خ دال زال گفته سر کنی. دانشکده جایی که از معلومات اکادمی سر میکنی. اقلا تو معلومات میانه متوسطه اسلامی داشته ای که در دانشکده میکوبی. همون نفرایی که دانشکده اسلامی میروند، همون نفرایی که دانشکده اسلامی به نام امام اعظم شهر دوشنبه میروند، اونها تا 18 سالگیشون حق تعلیم گرفتن ندارند، به مؤسسه های دینی حق رفتن ندارند، به مسجد ها حق رفتن ندارند. همونها به دانشکده اسلامی از کجا آماده میشوند؟ یا شما همون دانشکده رو مسخره کردید، اینها رفته از الف ب ت س سر میکنند، از معلمی سونی یا از قاعده بغدادی. حضور برادران، حضور دوستان عزیز، اول همون سیستمی تعلیماتی معیاری رو میگفتید که در کجا وجود دارد که تاجیکستانیان نمیبینند و میروند به غیر معیاری. من این سوال جواب هست؟ دودری خوبم میرزا شریف، مغزات شستگی است. نخواد یک انسانی با سواد مغزش رو به شستن بدهد. نگاه کن، حکومت هر سال صدها جوان را که میخوان در خارج علم دینی آموزن
با بهانه تبلیغ غایه های بیگانه به تاجیکستان قپیده گرفته میبرد، مثل یک شکارچی کپک شکار میکند. امنیتی های ما عالم شکار میکنند، دانشجو شکار میکنند که آنها در خارجه غایه های بیگانه می آموزند. ای باز یک اسلام، دینی مبین اسلام برای تاجیکستانیان غایه های بیگانه شد. انکنون در داخل باشد تعلیمات دینی بیشتر به یک تبلیغ سیاسی تبدیل یافتگی است. در دانشکده اسلامی فکر میکنید معرفتی علمی و معرفتی دینی یا اینها فرا گرفته می شود؟ نه، سیاست تبلیغ می شود، سیاست جنابی عالی. استادان زیر نظارت دائمی امنیت قرار دارند، کتاب ها و برنامه ها از سوی حکومت تصدیق می شوند. دین به سیاست امام علی رحمان موافق میکنی. چیزی که در دین به سیاست امام علی رحمان موافق نیست باید گرفته پرتافته شود و طالب علم ناموزد. به این علمی از قلبیر گذراندگی شما، ماندگیش به همون در قلبیر ماندگی افلاسی هایش تن میدهد. این رو علم میگوید میرود از شما تعلیم میگیرد. خلا در جایش می شود در همین زمان تمام دانشگاه های بین المللی را با داخل خانه توسط آنلاین وارد کرد. حکوم می رود به شما پول داده همون مصرهای شما رو می آموزد. نه آخر کله در جایش. تبلیغگری تعلیمات معیاری و تحلیلگری تعلیمات غیر معیاری، این پهلوی مسئله چرا در چی شما نیست، در تحلیل شما نیست؟ اول اونها رو گوش میکنیم، بعد دوستان عزیز باز من چندین گفتنی ها دارم، باز صحبت رو دوام میدیم. خواهر چراست بفرمایید. سلام علیکم اکای شفقت، سلامت باشید. بفرمایید. برنامه تا ندیدم، خیلی خرسند شدم. یک طرف خیلی موضوع جالب برداشتید، خیلی من خرسند شدم. رحمت کلام این موضوع ها را وجود دونا حکومت تاجیکستان و امنیت MVD و دیگرای هم معلم ها این ابیش نه پدر نه مادر همه فراموش کردگی موضوع بود. همه فراموش کردگی این موضوع را. برای چی؟ برای اون که نرسیدگی کم بودی اویله هیچ نمیرسد. یک طرف هر یک اویله مینیمم 3 تا 4 تا فرزند دارد. این خوره نه امین لباسش برساند، پاش نمیرساند، بتینکش یاوت سنکش نمییاوت، اینش هم یک لاش کده یاوت اشکمش یافته نمیتواند. چیکار کنند؟ بیچاره کجا میرود؟ در کار کنی نه تعلیم تربیت پدر میگیرد گودکو. مادرای ما همش خفا نشود. من به سواد اکثر نش نیست، نه دینی نه دنیاوی سواد ندارد. سواد داشتگیشن سوادشان دادن نمیتونه. تخت نظارت حکومت حق سگده میترساند، حتی بر رومالش بسته نمیتونه. اکریتا این فرزندشان چخه
психологически амин нагрузка метият, психологически нападание мекунад. Малимо баям, малим баям, и пасковой ха баям, отдел ха баям, любой джой ба. Психологически нападание мекунанд ки инхо доштаги донишашонаям мардум ба наметиян, дода наметонанд, метарсанд. های مسجدی دومله ها را من یک طرف میمونم، اینا تک تک در تحت نظارت حکومت میشود. اینا هیچی گفتن نمیتونن، اینا میترسن. فقط امر معروف چی؟ امام علی، ایل آزاده، ایل رستم گنگک، ایل امین سامان نمیدونم کیم چیزه، هفته دخترش، همین ها فقط امر معروف همین ها میشود. 70 تا دما داشت و دیگراشان خیش توارشان می شود. دیگه امر معروف نمیشد تاجیکستان با کدام مسجد به امر معروف سغلام شما دیدید؟ نیست. 18 ساله بالا بعضر می رود مسجد، بعضر ترسش کتی می رود بیچاره. مرا چسکوی نبیند یا نباشه یکتش همین بوزش نبیند، مرا نفروشد گفته. نمازش را 5 محل خواندن هیکو بیچاره وحشی وقت نمیاد برای اون که بیچاره کار کنی. منم اینجا با کار کردنم در کار، یگانچه خریدنم در کار، زنگ گرفتنم در کار. بعدی زنگ گیری میگه که همین گادکا من خوراندنم در کار، خانه بکنم، یگانچه کنم، یگان زندگی من برم دیگه. هیچی چیکار کند بیچاره ها؟ هیچی. این چیزم یک تکتیکی امام علی رحمان اهل اویلش کلانش کتی. بیچاره مردم نه دینی نه دنیاوی سواد نمیتین مردم با ندادنش اون که سیاست نفهمد، حق حقوق خودش نفهمد، هیچ کس غلام شود، غلام کرد تا نیست. اتک مردم تیخه با خپای، حکومت هم خپای، امیر رئیساش هم خپ، ماندگیش هم خپ، هیچ نمیگد، میترسد. من رئیسشنم دیدم چخچک کردم، میگد که خواهر جان التماس هیچی نگو، میگد ما میترسیم برای اون که ما تحت نظارت هستیم. میگد درج تلفن ما تحت نظارت گرفتگی، هیچی گفتم نمیتونیم، دهنم پاشیدگی هیچ کار کردن نمیتونیم. میگد سواباد نیستیم، میگد هیچ کار کردن نمیتونیم، چیکار کنیم؟ میگد رئیس شهر میگد ماندگیش من یک طرف میمونم، بیچاره معلمه همین قدرجه تحت نظارت گرفتگی که میترسد، دهنشان کشاده نمیترسد. اتک تعریف کردن زبان من نمیخواه، ما تعریف نکنیم میگد ما را روز من نمیتیم، میگد میبرد تهمت میکند، ترمه میکند، چیکار کنم خواهر؟ میگد رئیس شهر کتی من چخچک کردم 2 ساعت من تن دادم، 2 تا دستم برداشتم. اکا گفتم چه تا رئیس شهر؟ گفتم برای چی؟ گفتم همین کورس به 6 دی. میگد که چیکار کنم؟ میگد من همین کورس به نشینم دیگرش هم بیارد. میگد فرق ندارد، همه خیلی. میگد ما دست پای ما بستگی هیچ کار کردن نمیتونیم. امید ما تا که میگد مخالفا میگد دیگه هیچی. میگد همینا امید داره. میگد مخالفای ما چیکار کرداست؟ یک تا گروه میسازد، گروه نو جدا جدا. اینا کی سرساختگی بود؟ امام علی. براول نه، امام علی همین گروه داده جدا انداخته دیجا با آورد، مورا همین درجه دا آورد. همین امام علی کدگی همین چی میگه تخت کرده، حاضر مخالفای ما همین که رفته است. خفه نشویتون خواهش میکنم. من برای چی که من نترال کار میکنم، هر طرفه کدام طرف کم بودش باشد من میگم، من نترال کار میکنم. شما من خفه نشویتون. من سیگرم میگم که ای مخالفا بیایتان همجمع شوید. ما یک جا شدیم که همجمع شدیم که این خود درون تک تک میبیاد، اینا بیزار شدگی، هفتش بیزار شدگی. خداشان میگد ما بیزار شدگی چیکار کنیم؟ میگد دستم هیچ کار نمیبیاید. میگد تا منم اینجا آوردگی. میگد تحت نظارت کی؟ میگد همین درجه ده هیچ گفتن ما نمیترسیم. دلجی میگد پروستاتک چخچک کردن نمیترسیم که همین تلفنی ما تحت نظارت هسته گوش میکنن. میگد این خواهش چیزی اجیتت کنیم همین درجه ترسای.
همایلش ما بیرون بودگی ها را یک جای کرده ما نتونسته استیم. همین من میگم که ای مخالفا من سخت گپ میزنم شما های سخت گپ میزند گفته کمتر چی میگد کمتر امین میکنی تو این دختر پسیان سخت گپ میزند میگه من سخت گپ نزنم دیگه گپ نزند کی گپ میزند شما را یگان کس گپ زدنش در کار کو من حرکت کرده استم که ای مردم ای مخالفا شما کلانسال هستین من حرمت میکنم استاد شما کلانتر ایچه منبع نگاه کردن من حرمت احترام میکنم این حساب میگیرم شما گفتن نمیتونین های اهل اویلا دارین همه چی دارین شما کمتر میترسینم من نترسیده استم همچه زن همچه مادر از شما برای چی میترسین کمتر غرور گفتگی وجدان گفتگی چیست بودگی شما با یا نه وجدان من نمیقه تو مخالف گفته است خودت تو مخالف گفته که انسان یک انسان گفته است یک مادر داد زده است گفته است که بیایتون هم جمع شویم گفته است جدا نشویم برو یگان جای برده تو را تیله نکده است من جربه برده تو را تیله نکده استم شما را من گفته استم که بیایتون چشم ما انتقال کشاییم ما خوب هستیم خولیم برای اون که تحت نظارت هستیم بیرون ما بودگی مخالفایم میترسم من میفهمم این چیزه تا که ترسیده کجا میرود پاکه فرزنداشان میبیند ای پدر میگد ای بابا میگد برای چی میگد یک جا نشدین برای چی آزاد نکدین میگد این سوال ها با چه خیلی جواب میتید همجم شویم گفت همجم میشدیم دوما آزاد میشدیم تاجیکستان دودا آزاد میکردیم خدا ما را آزاد میکردیم آخی همین درجه ده سرسان سرگردان تحت نظارت بیرون حاضر شما استادگی جایتان هم ممکن به نزدیک تحت نظارت گره شما را گفتن نمیشه حرکت کردن مادر کن من خواهش میکنم همین چیز خورا این من سخت گپ میزنم خفه نشویتون زنده باشید سلامت باشید تشکر زیاد زنده باشید تشکر به خواهر چوروس واقعا گپشون همچنین یک مادر همچنین یک خواهر جای دارد از سوز دل گپ میزنم یک نفر دیگر رو قبول میکنیم بعد به صحبت های خود ادامه میدیم من رحمانوف تکنولوژیا بفرمایید رحمانوف تکنولوژیا هستید صدای من رو میشنوید رحمانوف و فکرم رحمانوف تکنولوژیا بر آمدند گشته از نو وارد شوید حتما میکنیم صدایتون رو نشنیدیم انا همین سیاستی چی میگن تسنیت میگن چی میگن خیلی پخش کردم این جوابی برعکس میدید برای چی برای اینکه همین پروژه این رو همین قدر است پخش کرده میبری تو همجا بعد زورت نمیرسد برای باز بیشتر پخش کردن اخیرش خسته میشه خودت رو به پروژه گرون عقب میپرتوید مثل همین سیاستی فشار برعکس بلای جونتون است بجای این سیاست فشار باید شما سیاست های تشویقی پیشنهاد کنید مردم همون تشنگی بدینش را شما بجا بیارید سیر کنید دسترخوان ناز و نعمت دینی پیشنهاد کنید به مردم تا اینکه مردم چی شود همون تشنگی دینیش بشکند با دست شما مصر به مردم پیشنهاد نکنید بچه همین کارتون مصر است تا 18 سالگی باید مسجد نرود تعلیم نگیرد مسجد ها زیر نظارت باشند هر یک مسجد رفتگی شما زیر نظارت بگیرید از ترس شما بعد به مسجد نرود امام محله امر معروف نکند فقط سیاست پیشوا رو بگوید در مسجد خطبه های آزاد نباشند خطبه رو امنیت
کمیته امنیت ملی پیشنهاد کند، همه این مصور پیشنهاد کرده ایستاده شما. دین نه، این چیزی که شما پیشنهاد کرده ایستادید به مردم سگ بو نمیکند. همین 10 سال 15 سال فکر کردید یگان چیز به مردم دادید، بغیر از مصور دیگه هیچ چیز ندادید. اینها، این سیاست ها سیاست های مصور، سیاست های آشغال هستند. این سیاست ها تشنگی به دین مردم رو تامین کرده نمیتواند. تشنگی به آزادی های وجدان مردم رو تامین کرده نمیتواند. حتما باز خیلی میدان فشارتان تنگ شده است. تمام جهان به خانه مردم در آمده شدگی است. شما اینترنتش رو سست میکنید، قیمت میکنید، نمیکنید، چیکار میکنید نمیکنید، مردم وارد میشود و تشنگیش رو میشکند. شما بدبخت ها میتونستید در هر یک ناحیه اقلا یک مرکز یا مؤسسه تعلیم دینی زیر نظارت دولت پیشنهاد کنید و آن زیر نظارت شما باشد و مردم دینش رو بیاموزد، دیانتش رو بیاموزد. در اوج سیاست دولتتان، امام الرحمنتان، اینها نه. دین مردم، فرض و واجبات، سنت و مستحبات رو بیاموزد، خدا رو بیاموزد، پیامبرش رو بیاموزد، تاریخش رو بیاموزد در اونجا، زبان قرآن رو بیاموزد در اونجا. هر کس که دین رو بیاموزد، برابر آموختن دین، محبت به وطن، محبت به دیار، محبت به پدر، محبت به مادر، محبت به دولت، محبت به حکومتی که به او این گونه شرایط ها رو مهیا کرده است پیدا می کند. کسی او را فریب کرده نمیتواند. شما تعلیمات دینی را از تبلیغ سیاسی فرق نمی کنید. به جای تعلیمات دینی تبلیغات سیاسی میبرید، میگه تعلیمات دینی. برای رکلام که در تاجیکستان دین آزاد است، فلان میلیارد دلار صرف میکنید، دانشکده اسلامی بنا میکنید، باز واهمه میکنید که این برای 2500 نفر طالب علم است. کدام سرزده فکر کرده نمیتونه که برای 2500 دانشجوی دانشکده اسلامی که تا 18 ساله الف ب ت س خواندنش ممکن نیست، در اوج این 2500 چه خیلی جمع میکنی؟ این 2500 از کجا میرود؟ از کجا زمینه های ابتدایی تعلیمات دینی رو فرا گرفته به دانشکده میرود؟ شما ندارین همین چیز رو. از کجا؟ از منبع های غیر معیاری می؟ چی گفتی؟ منبع های تعلیمات غیر معیاری. آخر شما تعلیمات معیاری ندارین تا رفتن به دانشکده اسلامی. رود با تعلیمات غیر معیاری می رود. بره. انا همین محدودیت ها، انا همین تضییق و فشارها محیط های تعلیمات غیر رسمی را به میان میارد. مردم را خود به خودتان ناخودآگاه به همین خورید شما خودتون تله میدید که همه منبع های رسمی بستگی هستند. مردم مجبور شود غیر رسمی تعلیم بگیرد، چون که او تشنگیش رو باید بشکند. کنی یک روز دو روز گوشنه بیست، کم تقاره ها یک دو روز گرسنه بگرد، بعد میفهمی گرسنگی چی است. خاک میخوری. همین روان هم گرسنه است. فطرت انسانی با فطرت خداشناسی همپو است. فطرت انسانی یعنی فطرت خداشناسی، عبادت به پروردگار، نیایش به پروردگار، راز گفتن به پروردگار است.
او تشنه است. او چند وقت این تشنگی رو طاقت میکند؟ 1 روز گفتن، 2 روز گفتن، 10 روز گفتن، 12 روز گفتن، سال ماه. شما او رو از جهت روانی فطرتش را تشنه و گرسنه نگاه می‌داره، تو کی صبر میکند؟ حتما راههایش رو میجوید. وای گرنگ ها حتما راههایش رو میجوید. همین سیاستی امروز جاری کردگی ابلهانه شما برعکس جوانان را به سوی محیط غیر رسمی تله میدهد. همین محدودیت ها در ضمیر شهروندان احساس بی‌عدالتی می آفرد و خود به خود همین حالت روندهای رادیکالی زمینه فراهم می کند. مگر چنین نیست؟ آیا نمی اندیشید؟ این دو درمان میرزا شریف یک روی خطی خوب، یک روی خط دوری درازی سازمان های ممنوع را چی کرده است؟ در اینجا آورده است. نه، روی خط دوری درازی سازمان های ممنوع از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم هست. امین با سفسطه های رژیم تحلیل نوشتن برایت ننگ نیست؟ همین روی خط درازهایی که شما دارید یک محیطی ترس و وهم. یکم همین روی خط آفردگید گفتگید که ما از همین مردم میترسیم. اینها به تاجیکستان بی امنی میبیارند، امنیت تاجیکستان رو ویران میکنند. وای ابله ها، ببخشید ابله خیلی کلمه با آدابونه است نسبت شما. آخر همین ها یکی در تاجیکستان بی امنیتی به میان میبیارند. تاجیکستان مگر شهر بی دروازه است؟ شما چیکار اید اگر اینها روند هر یکی اینها در تاجیکستان بی امنی آفرند؟ شما چیکار اید؟ هر یک عقیده و اندیشه ای غیر که به شما موافق نیست، به فکر اندیشه شما موافق نیست، در تاجیکستان ناامنی بیارند، شما چیکار اید؟ به چیکار آواره اید که هر یک کس که به فکر غیر می در آمده است در تاجیکستان ناامنی به میان می آورده است، می توانسته است؟ همین گپ مضمونش این است که شما از عهده تامین امنیت کشور نمی برایید. امنیت کشوری که در آن قانون گوناگون حزبی، گوناگون اندیشگی را، گوناگون مذهبی را کفالت داده است. هیچ یک مذهب، هیچ یک دین در نزد قانون قداست ندارند. مقدس حسابیده نمیشوند، اساسی حسابیده نمیشوند. این جوان بیچاره گفته است که در تاجیکستان دو تا مذهب رسمی است، مذهبی امام اعظم و مذهبی اسماعیلی شیعه. وای برای تاجیکستان دموکراتی و حقوق بنیاد هیچ یک حتی هیچ یک دین، هیچ یک حزب، هیچ یک مذهب برتریت ندارد. همه باید با یک چشم دیده شود. همه برای همه احزاب، برای همه مذهب ها، برای همه دین ها تاجیکستان حکومت باید تواند با یک چشم نگاه کند، برای شرایط فراهم کند. معتقدان مذهبی حنفی را تو شرایط میدهی؟ معتقدان مذهبی حنبلی چی میشود؟
اینها نامسلمانان مگر؟ مثلا اگر یک کس به این قناعت رفته رسید که مذهب حنفی رو قانع نمی کند، مذهب حنبلی رو قبول می کند، او جنایتکار است. پس کفالت کانستیتوسیونی برای چی می شود؟ او رو از جهت عقیده و اعتقاد، از جهت پیروی به مسائل فقهی، مذهب حنفی نه مذهب حنبلی قانع می کند، قانون تاجیکستان رو رعایت می کند، طلبات قانونی را رعایت می کند، به تمام مقدسات یک کشور مثل تاجیکستان احترام دارد. فقط او را مذهب امام ابو حنیفه قانع نکرده است. او چی کار کند؟ جنایتکار است. اوی کله برم ها، اقلا قانون طلبات چه گپ زنین؟ از طلبات قانون اقلا بیرون گپ نزدن رو یاد گیری. از طلبات زیر قانون و قانون‌های مربوط به یک مسائل که میل شما زیر قانون‌های یک طرف مونید، اقلا کانستیتوسیون، قانون‌های کانستیتوسیونی رو رعایت کرده گپ زدن و رعایت کرده تحلیل نویسیدن رو یاد گیرید. بالاخانه‌دار میبرن شما رو به مرکز اسلام شناسی، همچون اسلام شناس، در حالی که اقلا کانستیتوسیون رو رعایت کرده گپ زدن نمیتونید. همین به گروه ها هم رو تقسیم کرده از اونها دیو و اژدها ساختن ها. فقط خودتون پاکیزه موندید خلاص. حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو هم در این گروه های افراطگرای اکستریمیستی و تروریستی این داخل کرده است. وای اگر توف کنید از دهانتون میبراید بر روی خودتون برمیگردد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آمد سال 1997 بعد سال 1999 ثبت نام شد، دوباره فعالیتش رسمی اعلام شد. از سال 1999 انا از 2000 میگوید تا چند سال 2015 15 سال 16 سال فعالیت رسمی داشت. بر ببری حکومت بود، در پارلمان بود، در داخل تاجیکستان فعالیت میکرد. در این داخل تاجیکستان با یک حزب که رسما قید نام شده است، ثبت نام شده است، همه کارش رو آشکارا میکرد، در پیش چشمتون میکرد، خودتون رو دعوت میکرد، در همون کرسی های پیش رفته می نشستید، کورپوس های دیپلماتی رو دعوت میکرد. در همین تگ بینیتون بودگی حزب رو شما تربیه کرده نتوانستید. در تگ بینیتون بودگی حزب به گفت شما تروریستی برآمد، اکستریمیستی برآمد. این مردمی در روی جهان بودگی رو شما چه خیلی اداره میکنید. در تگ بینیتون بودگی رو نتونستید. گفتید که نه این هم اکستریمیستی تروریستی است، این ممنوع باید شود، فعالانش، رهبریتش، اعضایش باید پشت پنجره زندان شوند. در تگ بینیتون بر ببرتون بودگی، در روبرویتون بودگی، در درون خونتون بودگی رو 10 نفرت همین منصبدارو، بچه گچت، حتی زنی خونه اعضای نهضت بود. گفتن نمیتونستی. بعضی این منصبدارای بلند زنت به سطر عورت بود، اعضای نهضت بود، رینگت نمیبر اومد. و در تگ بینیتون بود. همین ها رو از روی گفت خودتون، از روی دعوای خودتون اداره کردن نتونستید. حالا
از شبکه‌های اجتماعی نگرانی میکنید. شبکه اجتماعی یک شهر بی‌دروازه است. چه خیلی شما این خورایی داره میکنید؟ فقط اینترنت را سوست کردن و نرخ اینترنت را قیمت کردن. حالا به این هم به یک خلاصه رفتن نرسیدید. امروز دارید نرخ تلفن های موبیلی را میبردارید تا اینکه مردم کم بخرند، خریده نتونن تلفن های موبیلی را. همین تا کجای واقعیت است؟ به واقعیت نزدیک است. نگاه کنید، محض همین من کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و تروریست اعلان کردن آن از جانب همین رژیم تاجیکستان، از جانب سازمان های بین المللی، حتی از جانب سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، همچون نقض آزادی سیاسی و مذهبی محکوم شد. بارها از تاجیکستان طلب شد که این تصمیمشان را بازبینی کنند. کسانی که با تهمت پشت پنجره زندان کردن مثل سید عمر حسینی، محمد علی حیید، حکمت الله سیف الله زاده، عبدالقهار دولت، قیام الدین عوض، مثل اینها را بدون قید و شرط آزاد کنند و به آنها چیزهای نقص کردگیشون را جبران پرداخت کنند. جبران پرداخت کنند. این شما میرید امام علی رحمان در منبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گپ میزنید. سازمان ملل متحد همچون یک کشور عضو شما را دعوت میکند، رفته گپ میزنید، برایتون میدان میدهد، در عوضش شما به ادب طلبات های او را اجرا نمیکنید. چه خیلی شما عضو هستید، امضا کردگی هستید، جوان مردانه که تمام طلبات های سازمان ملل متحد را رعایت میکنم. همه کنونسیه ها و سند های سازمان ملل متحد که تاجیکستان امضا کردگی است، از قدر قدرتش از سرقانون تاجیکستان بالا می ایستد. ولی شما به ادب طلبات سازمان ملل متحد را اجرا نمی کنید، اما به یک قل درمانید رو میبرید به سازمان ملل متحد. اوی پریخ آب شده ایستاده است، اوی 50% پریخ ها گم شدند، آب تازه. سرخم کنون به اتحاد اروپا میبیوید، الومینیوم خر، پخته خر به پخته خریدار نیست، و من خیر کن، صدقه در کار، چی گویی اجرا میکنم، کدام طلبات باشد حتما با آن سیاستمون رو موافق میکنیم. اوی کدام سیاستتون با سیاست اتحاد اروپا موافق است؟ که چند رزولوشن اتحاد اروپا قبول کردگی است و به شما شرط ماندگی است که این رزولوشن رو باید طلباتش رو اجرا کنید. تا به حال اجرا کردنش یگان نام و نشان نیست از اجرا شدن است. این ناموس به کجا میبرید؟ در تاریخ ثبت شدگی هستید. ولی این دودر ما به جای تحلیل این همین تصمیم سیاسی ابلهانه را همچون دلیل علمی به خواننده پیشکش میکند. این مردمی در فیسبوک بوده به شما گوساله است که هر خس و خاشاک را پیشنهاد میکنید، این گوساله ها خوردن میگیره. حتما جوابتون رو میگیرید. در تاجیکستان آزادی، فکری آزاد داشتن،
اندیشه گوناگون داشتن، این جنایت است. این شرم نه، حیا نه. تاکید میکند که تنها دو مذهب، حنفی و اسماعیلی، قانونی است. نمیاندیشی که این همین گپت، این سیاست دولت و معیارهای بین المللی حقوق انسان مخالفت دارد. آزادی اعتقاد یکی از حقوقهای اساسی می باشد در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان. دولت حق ندارد معین کند که شهروند کدام مذهب را انتخاب کند. دولت حق ندارد که معین کند که شهروند کدام مذهب را انتخاب کند. بستن راه‌های دیگر مذهب‌ها و رویه‌ها نه تنها نقض حقوق است، بلکه همون ناراضگی اجتماعی را افزایش می‌دهد. در داخلش مردم در حال یک تظاهرات قلبی زندگی می‌کند. فقط همون زبان را زیر 32 دندان داشتن مردم به خاطر صد بلا به سرش نآمدن، این مضمون آن را ندارد که تمام درونش رود پلودش با شماست. لیکن وقتی که همین 32 دندان این زبان را اداره کردن نتوانست، حالتون بد می شود. ببینید هر که از تاجیکستان برآمد دهانش باز می شود، گپ می دراید. برمیگردیم به رد سفیر ترکیه. امید اجر سفیر ترکیه در رد این مقاله این دودرمان میگوید که ترکیه با تو بازی نیست. او به زبان دیپلماتیک گفته است که ترکیه یک کشور دنیوی است. استفاده تعلیم دینی با مقصدهای سیاسی غیر امکان است. این گپ نگو. اداره دینی ترکیه شهروندان را از جریان‌های سیاسی و ایدئولوژی محافظت میکند. سفیر ترکیه میخزد میگه که ایدم تا بگیر. این چنون به خودش جسارت داده است که ایران، پاکستان، ترکیه کدام کشور به دهانش بیاد ذکر کردگی اونها رو متهم کردگی است که در اینجا دین به مقصدهای سیاسی استفاده برده می شود. در اینجا تعلیمات دینی با سیاست تاجیکستان موافق نیست. تمام این کدام کشور به دهانش بیاید گفته گذشتگی. کک بوده این گپزدگی بیچاره میرزا شریف عبدالسلاموف بچه ترامپ باشد. همین خیل خودش احساس کرده گپزدگی است. بعد شریف به دروازه است میخیزد من مثل سفیر ترکیه گپ میزند. حالا نگاه کنید همین واهمه های شما در یک ترکیه، این طرفش ایران، این طرفش سوریه، این طرفش عراق، در گرد چورش مثال گریم پوری تنگراهای پوری اکستریمیست های تروریست ها به قول شما. همین ترکیه مثل شما دادوایی ندارد. در ترکیه همه ناحیه ها، همه شهر و شهرک ها، دیه ها حتی من در 70 کیلومتر استانبول میزیستم. مکتب داشت. نومی مکتب امام خطیب آرتا آقلو، اگر خطا نکردگی باشم امام خطیب آرتا آقلو. باز شهرش بمیری امام خطیب لیسیسی دارد. امام خطیب آرتا آقلو مکتب میانه دینی
ان همین ستاتوس مکتب میانه دینی با ستاتوس مکتب میانه دنیوی برابر است. امام خطیب ارتاکلور رو تمام میکنی، میتوانی با ان همین اتستات امام خطیب ارتاکلور رفته دانشگاه های دنیوی وارد شوی. در تاجیکستان چنین شرایط وجود دارد. ترکیه هم یک دولت دنیوی است، تاجیکستان هم یک دولت دنیوی است. در تاجیکستان چنین شرایط رو فراهم کرده اید؟ نه. امام خطیب لیتسه های دینی دارن، اینها فنهای دینی در آن درس داده می شود، در برابرش فنهای دقیق درس داده می شود. فنهای گومانیتری و فنهای دقیق در برابر فنهای دینی درس داده می شود. آیا شما این شرایط را در تمام ناحیه دهات تاجیکستان فراهم کرده اید که یک دیندار عذر میخوام دوستان عزیز، فرزندش رو ویبر، یعنی اختیار داشته که باشد که به مکتب دینی فرزندش رو برده میتید یا به مکتب دینی برده میتید و به مکتب دنیوی. در همین امام خطیب ارتاکلو دخترها جدا مکتب میخونن، پسرها جدا مکتب میخونن. صنف پسرها صنف دخترها جدا، بجز حالت هایی که در یک اودیتوری سمینارها گوش میکنند. زور میرسد چون این شرایط را برای فراهم کردن. همین چیزها پیش راهی رادیکال شوی از بیگونه درس گیری رو میگیرد، چون که دولت خودش مکتب ها رو به کادرهای ملی تامین میکند. در مکتب دین با فهم و درک ملت دوستی تعلیم داده بشود. شما این شرایط رو فراهم نکرده اید. در پی تعلیم غیر معیاری هستید. در پی ملامتی تعلیم غیر معیاری هستید. تعلیم معیاریتون در کجا؟ در زحل است، در نپتون است، در پلوتون است، در ماه است، در آفتاب است، در کجاست که مردم برود تعلیمات معیاری بگیرد؟ روتون سفید. همین در داخل این طرح، ترکیه در خارج هم، حتی در تمام اروپا پروندانش را به مرکزهای تعلیمی دینی تامین کرده است. حتی در اوکراین، حتی در روسیه که ترک‌ها اینقدر بسیار نیستن، حتی در همین اوکراین هم ترک‌ها اینقدر بسیار نیستن مثل اروپا، پروندانش را ترکیه به مرکزهای تعلیمی دینی و تعلیمی زبان ترکی تامین کرده است. فرزندان من در آنجا تعلیم گرفته هستند، خوانده هستند. 2 فرزندی کنونی. از طرفی سفارتی ترکیه در همون کشورها پشتیبانی می شوند. شما کجایی؟ ترکیه کجا؟ تمام مسئولین این مرکزها یک قدم از همین رخت کشیدگی مقامات ترکیه بیرون نمیبرایند. این فضا رو تامین سازید. شما اینه به وی به این جنگ انداخته، اینه به این جنگ انداخته. فقط فضای یک دیگر بدبینی، فضای پراکندگی، فضای کاری کنیم که به هم نبیایند رو فراهم کردید. خلاص دیگر هیچ چیز. در همین شهر وین هر یک بیت سیرک، هر یک میکروناحیه‌اش مرکزهای تعلیمی دینی ترکی دارد. شاید یک تا دو تا نیست، 3-4 تایی هم باشد بعضی میکروناحیه‌هاش. ما هیچی نداریم. مبادا پیدا شود میبیایند.
اینجا چی تعلیم داده ایستادین؟ اینجا چیکار کرده ایستادین؟ یگان کس همین گونه مرکز ساختنی باشد آگاهش میکنن با به سیاسی ها همراه نشوین، به مرکزتون سیاسی ها نبیاید. آخر یک مرکز تشکیل شد، فرض کرده مرکزی فرهنگی گفتیم، در اونجا مردم میره دینش میآموزد، دیانتش میآموزد، ایمانش میآموزد، اسلامش میآموزد. و این مرکز نامش مرکزی فرهنگی است. مسئولی و این مرکز نباید سیاسی رو از غیر سیاسی، یک تاجیکستانی ازبک رو از تاجیکستانی تاجیک جدا کند. او تمام فهمشش همین باشد که سیاسی همین گپ‌های سیاسی تا همین کوچه به مونده بیا، خانت به پرتافته بیا. اینجا مرکزی فرهنگی است. یعنی فرهنگی همه ما یگانه است. سیاسی شدی فرهنگ دیگر نمی شود. تو فرزند داری، تو خودت سیاسی هستی، فرزند داری، اهل عائله داری، دختر داری، پسر داری، باید به آنها فرهنگی تو، دینی تو، دیانتی تو، زبانی تو درس گفته شود. تو هم خودت هم همون تشنگی فرهنگیت رو باید سیر کنی. به خود نه. اینطور نیست. انا همین واکنشی سفیر ترکیه در تاجیکستان دو تا حقیقت برملا میکند. یکم، رژیم تاجیکستان با بهانه‌های بی اساس نه تنها شهروندان خود را بلکه کشورهای دوست و همکار را نیز بدنام کرده ایستادند. دوم، چیزی اساسی همین است که مشکل در تعلیمات خارجی نیست، از روی گفتی امود اجر، بلکه در سیاست محدود کننده خود دولت است. این را با زبان دیپلماتی امود اجر سفیر ترکیه در تاجیکستان گفت که بیاین برام نشانتون بدهم که ما چیکار میکنیم. یاد گرفت. بیا برای یک من برده نشان دهم گفتن گپ با زبان دیپلماتی. بیا یک بینو یاد گیر. ایقا کلان به عقل گپ نزن، ابله گپ نزن. بیا من برده نشانتیم کار یادگیر گفت امود اجر با زبان دیپلماتی. فراسات شما کار کرد نکرد، این فهمیدین نفهمیدین من نمیدونم. اکنون اینها دعوا دارن در تاجیکستان دانشگاه نوی اسلامی ساختن. 2,500 دانشجو فرا گرفته میتواند. بای آیا ان همین 2,500 دانشجو فرا گرفته میتونستگی دانشگاه ده استاد از کجا مییابد؟ خیر در آینده ممکن شاید به همین باور هم رسیدگی باشید که یک روز نه یک روز ما این ظالم ها مرده میره. چه خیلی که بشار اسد مرد و رفت، همه مرکز های تاریخی، مسجد های تاریخی باز به دست مردم گذشت، باز مردم تعلیماتش سر کرد. همین قدر مسجد های بزرگ دینی تاریخی هزار ساله ها دست آمدگی در زمان بشار اسد محکم بود، قلف زده شدگی بود، یا به موزه یا به یک چی میگن به یگان چی تبدیل داده شدگی بود، برگشت به دستی طالبین گذشت، به دستی استاد، به دستی مدرسه گذشت. شاید به این نیت باشین که کدام روز سگ برین مرده میروین این دانشگاه اسلامی بنا شدگی به دست مردم میگذارد. واقعا و 2,500 شاگرد تامین میشود. خیلی
عقلتون کار کرده است. وگرنه 2,500 دانشجو برای تعلیم دادن 2,500 دانشجو حداقل 125 تا 170 تا استاد لازم است. اگر استانداردهای بین المللی را به نوبت گیریم تا 250 تا استاد لازم است. 10 به 1 استاندارد بین المللی در دانشکده. فرض کردیم مینیمم 170 تا استاد دانشگاه و استاد دانشگاه دینی لازم است. شما خارج خواندگی ها رو قبول ندارید. اونها غایه های بیگانه را تعلیم میدهند. یک از این 250 تا 25 تاش ذکر میکردیم که ما انمی خیلی استادهای علمشان جوابگو به دانشکده اسلامی رو داریم. گفته 25 نفرش هم ذکر کنید. چی اینها کی بودن؟ کدام مستشرق‌های از تگ صدر گریختگی جمع کردگید یا گماشته های خودتان از اداره های امنیتی اینها کی هستند؟ اقلا 10% از این 250 نفر 25 نفرش ذکر کنید. چی این استادها کی هستند؟ هستید؟ دارید؟ ندارید؟ یا از این دانشگاه های دنیوی میبرید با آنها به بیچاره های تعلیمات دینی کافته رفتگی اتئیسمی سیاسی درس میدهید. انا همین است. دعوایتان بر رفتارتان راست نمیباید. دانشکده یک پروژه نمایشی برای نشون دادن توجه دولت به دین است. دیگه هیچی هم نیست. این هیچگاه بین همین احوالی که امروز حکومت تاجیکستان دارد یک مرکزی واقعی معرفت شده نمیتواند. این بناهای نوی ودوانگ ساختگیتون خود به خود استاد نمی آفرد. از دیوارها استاد نمی براید یا اینکه درهایش رو بزنی سیم در را کشا 4 تا استاد پرتاگویی درک شده می شود. 4 تا استادی دانشگاهی سزاوار به تعلیمی دانشگاهی دینی به پیش پایتون نمی افتد. اقلا 25 نفرش ذکر کنید. چی اینها کی هستند این که در دانشگاه درس می دادند؟ سطحی علمیشون تا کجا رفتگی است؟ چند تا دکتر دارین، چند تا نامزد دارین، چند تا عنوانجو دارین در ساحه دین. ببینید اصل افراطگرایی در تاجیکستان دانسته باشید از شبکه‌های اجتماعی، مکتب‌های خارجی سرچشمه نمیگیرد. اصل افراطگرایی، ریشه افراطگرایی این محدودیت‌های دینی است، تعقیب روحانیون است و مبارزه با ظهورات مذهبی است. مبارزه نادرست، ناآگاهانه با ظهورات مذهبی است. این را درست فهمید. استفاده دین همچون واسطه سیاسی است. اینها هستند ریشه اساسی افراطگرایی در تاجیکستان. یعنی ریشه افراطگرایی ان همین رژیم تاجیکستان است. ان همین خودتون هستید با سیاست نادرست. درست گفت از سفیر ترکیه یک بار ویزش بگیرین، ویزه ترکیه رو با ترکیش ایر پرواز کرده نتونین، با سومون ایر یک پرواز کنین، در 12 نفر شده یک روین آموزین. همین واکنش سفیر ترکیه مشکلات کادری
دانشکده نو نشان میدهد که جهان بیرونه به این تبلیغات رسمی باور ندارد. مبارزه افراطگرایی یعنی واقعی مبارزه با افراطگرایی تنها در صورت امکان پذیر است که دولت آزادی دینی و تعلیمی را احترام کند، به گوناگون اندیشه راه دهد، به شهروندان امکانیت آزادی معرفت فراهم سازد. یعنی فرا گرفتن علم فراهم سازد، شرایطش را. انکنون تنها در همین حالت دین به منبع معرفت و ثبات تبدیل می شود. تنها در همین حالت. اما با محدود کردن و با تعقیب کردن با بهانه‌های سیاسی هیچ وقت شما راهی افراطگرایی رو پیش گرفتن نمیتونید، بلکه خودتان مادران افراطگرایی هستید، مادران تندگرایی هستید. همین خودتان میزایید افراطگرایی و تندگرایی را. خودکتان، نه کسی دیگر. حالا تا همینجا صحبت امروزم رو به آخر میرسانم. امیدوارم یک کم هم باشد نظرم را گفته فهمانده توانستم. خصوصا کسانی که در مقامات کار میکنید، این سیاهی، این افلاسی و این داغی بوناکی رژیم تاجیکستان را یگان صابون شسته نمیتواند. با این مقاله، با این سفسطه‌هایتان فقط به همین رژیم، به احمقیش، به ابلهیش قدرت میبخشید. ابلهی و احمقی هایش را برای اضافه کردن و برای زیاد کردن زمینه فراهم میارید. خلاص، یعنی خیلی خیانت سخت است. زنده و سلامت باشید، در پناه خدا باشید. یکایک شما را به الله پاک میسپارم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.